متین بلوگ کانالی که بیشتر خبرهای مربوط به شو بیزنس تاجیک رو پیگیری میکند روز 29 ماه سال 2024 خبر داد که بعد 2 ماه گفتگو جسد بیجان به قسمو جدا کرده شده قوری اکبر را از یکی از جنگل های نزدیک شهر مسکو پیدا کرده به مرگ بردند. روز 26 ماه او را نزدیکانش بعد چندین ماه بیدرک در مرگ پیدا کردند. همگان او را در شبکه‌های اجتماعی به اسم شوهر سنیگرشه می شناختند. متین بلوگ می افزاید که حتی شناختن جسد دشوار بود. با این حال می نویسد مؤلف خبر تا حال معین نشده است که قوری اکبر را کی و برای چی کشته است. بنا به اطلاع این کانال قوری اکبر زاده شهر وحدت بوده طول چند سال اخیر در شهر مسکو کار فعالیت میکرد، اما 2 ماه قبل ناگهان غیب زد و اهل خانواده‌اش از این خواطر گشته در جستجویش افتاده بودند. سنیگرشه تخلص بلاگر جنجال برانگیز 20 ساله تاجیک فاطمه قربانوف بود که با ویدیوهای پر از دشنام نام برآورده بود و به این دلیل 10 شبانه روز حبس هم شد. سنیگرشه قبلا با چهره فوتوب شده زیر یگان موسیقی میرقصید و با یگان عباره به قول معروف سکسی ولی در اصل با دشنام‌های قبیح برای خود نام ساخت که با همین شیوه توجه تماشابینانش را به کانال خود جلب کند. ولی 1 سال پیش او یک بار همه ویدیوهای پردشنام خود را از اینترنت پاک کرد و در اینستاگرام صفحه نو گشوده در آن تنها ویدیوهای به اصطلاح به معنی میگذاشت. در این ویدیو سنیگرشه همیشه با حجاب و بعضا امرای جوان دوست داشته‌اش ظاهر میشد. گفته میشد که یک جوان دیندار به سنیگرشه اظهار محبت کرده است، ولی قبل از ازدواج شرطش گذاشته است که نشر ویدیوهای بی‌معنی‌اش را بس میکند و رو به دین میآورد. سنیگرشه ظاهرا این شرط را پذیرفت، چون که بعد پاک کردن ویدیوهای بی‌معنی‌اش در تابستان سال 2023 با آن جوان ازدواج کرد. او در صفحه‌اش در اینستاگرام نوار توی عروسیش را هم نشر کرد که مراسم عقد نکاح سنیگرشه و جوان انتخاب کردهش روز 3 ایول سال 2023 برگزار شد. در ویدیو نشر کرده خود بلاگر دیده میشد که او با لباس عروسی فتح با ریایه مهرهای مسلمانی یعنی با حجاب پوشیده است. بسیاری ها به داماد برای این کار ثواب یعنی برای درست هدایت کردن این دختر آفرین خواندند. خود عروس درباره شخصیت داماد معلوماتی نداده است، ولی شب ستاره و خبر دادند که این جوان خوش‌سیما خیلی تقوادار بوده. موضوع بعد به دست آوردن دل سنیگرشه توانست او را برای درست از جمله به دست کشیدن از ویدیوهای بی‌معنی، پوشیدن حجاب، خواندن قرآن و خواندن نماز مایل کند. اما طور بعدا معلوم شد که ازدواج سنیگرشه با قوری اکبر و پایبندیش در راه تقوا دیر نپوید، چون که بنا به خبرها آنها الکی چند ماه بعد ازدواج از هم جدا شدند و در اینترنت دیگر باره ویدیوهای دور از حیای سنیگرشه پیدا شدند، ولی این بار در پلتفرم تیک تاک.